با افتخار این که شما به دکان ما تشریف آوردین، برای تمام همشهریان عزیز ما بله. بعد از دیدن برنامه شما مراجعینی که تا 100 نفر اشتراک میکنن، چی در مدت یک هفته باشه، چی در مدت طولانی یا کمتر، این الماس به قید قرعه در حضور شما برایشان هدیه میکنیم. قدیمی است، قدامت زیاد برخوردار است. چقدر قدامت داره؟ تخمینا حدود 200 سال از تراش از الماس میشه. با افزودن نکل و ایرودیم ما میتونیم طلا را به طلای سفید عیار بسازیم. 4 ویژگی را باید در جواهرات در نظر بگیریم. در تمام جواهرات در نظر بگیریم. که او عبارت از 4 ویژگی، فقط 3 ویژگی را طبیعت به ما میده. یک ویژگی دست بشر است، دست انسان ها است که هم بستگی به این داره که سنگ نادر و عالی باشه، خوب باشه. انگشتر سفارشی و خاص مردانه که دیزاین شلقا از ساعت رولکس شده. بله. لاجورد یک کم کلفتر استفاده میکنن، یک کم درشتر و بزرگتر استفاده میکنن، مثل الماس زمرد زیاد هم کوچک استفاده نمیکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. آرزو دارم که جور، صحت، سلامت باشین. شاداب گلزاد هستم. شما را خوش آمدید میگم به گزارش ویژه. شهر نو کابل هستم، کوچه انتیک فروشی و میخواهیم که امروز در قسمت سنگای قیمتی و قیمتترین سنگا و جواهرات یک گزارش را بکنیم. پس مرا همراهی بکنین در این برنامه. میریم و سنگای قیمتی افغانستان را و او جواهرات قیمتی که در کابل به فروش میرسه از نزدیک میبینیم، معلومات کسب میکنیم و یک گزارش برای شما تهیه میکنم. مرا همراهی بکنید. ما آمدم پیش عبدالله جان هستم، یکی از کسانی که خوشبختانه بسیار معلومات کافی در مورد سنگا و جواهرات داره و همچنان سالهای متمادی وقت خود، عمر خود صرف کارهای جواهرات و انتیک فروشی کرده. بیشتر صحبت میکنیم. یک آمیتست یا لعل که وزنش 15 کیلوگرم است پیش من است. نام خدا، یک زیبایی، یک جلایش و یک هنر است که پروردگار به چقدر ظرافت، یعنی یک چیز طبیعی است، الهی است که ما شما در دل طبیعت ما میتونیم پیدا بکنیم. تنها لعل نیست، بخشای دیگه هم فکر میکنم که کوارتز و عقیق دی استفاده شده. عبدالله جان سلام، جور بخیر. سلام علیکم. بسم الله. چقدر وزن باشه. صحت خوش آمدید. خوب هستین؟ تشکر. زنده باشین. شما خوب هستین؟ باش که فضل خداوند. فضا را یک ذره خالی کنم، من اینجا کنارتون ایستاده شم. عبدالله جان من معرفی کردم در مارکت نواز توتاخیل، کوچه انتیک فروشی مصروف کار هستند. عبدالله جان بسیار تشکر از اینکه وقت دادین. اگر یک سلام و کلامی با هموطنان ما دارین، مایک و کامرا در خدمت اولا شما را خوش آمدید میگم. سپاس از شما که وقت گرانبهایتان صرف میکنین به خاطر معلومات برای هموطنان ما و به خاطر ایجاد یک بازار خوب افغانی بین مردم ما. سپاس سلام عرض دارم خدمت تمام کسانی که برنامه را میبینن و تا آخر انشالله که برشان دلچسب واقع شود. ما در خدمت هستیم. بخیر سلام. قربانتان. تشکر. عبدالله جان، ما که همین دکان میبینم خیلی
کلان و انواع و اقسام جواهرات دیده میشه، سنگ ها دیده میشه. اگر از بالاترین جوهر شروع بکنیم، پیش شما در دکان چی است؟ الماس دارین، طلا دارین، کدام سنگ قیمتی رو دارین که از اونمو شروع بکنیم؟ بخیر سلامت باشین. این از لطف و اعتبار هموطنان ما است که امروز ما اینجا قرار داریم از اعتبارشان بوده و در مورد سنگ ها گفتیم که از بالاترین سنگ ها یا حد اوسط تا بالاخره به سنگ هایی که ما نیمه قیمتی نامگذاری کردیمش. سنگ ها را اگر از بخش سختی، درجه سختی سنگ ها که درجه بندی شدن ما آغاز بکنیم، الماس درجه سختی 10 را دارد. ما پیش خود موجود داریم که الماس شکل گیریش در طبیعت بین هزاران سال، میلیون ها سال فشار و اما آتش فشان هایی است که باز دوباره را به ما میکشه به رخ طبیعت. از الماس شروع میشه سنگ های قیمتی که حد و مرز در حساب قیمتی بودن جواهرات تعیین نیست، یعنی مشخص نیست که ما یک سنگ یا یک جوهر این بله که این جوهر قیمتی ترینش باشه. میتونه هر کدامش حد مرز از بین ببره. مثل اینکه ما الماس نامگذاری کردیم که الماس قیمتی هست، در پهلوی از این ما جواهرات ناب و کمیاب دیگری هم داریم که به مراتب بعض اوقات از الماس که قیمتش بیشتر میشه. مثل زمرد، اگر ما زمرد پاک و شفاف در دست داشته باشیم، از طبیعت استخراج کرده باشیم، قیمت‌های بلند و خیلی گزافی را به خود میگیره. مثل یاقوت یا همون روبی که مردم برش میگن، خوانندان کراندام، که یاقوت هم به رنگ‌های مختلف، مثلا ما شما سفایر داریم، نیلم که کمیاب‌ترین سنگ‌ها است. هر قدر شفافیت و سایزش بزرگتر میشه، قیمتش بیشتر میشه. یعنی تفاوت‌های در هر سنگ در قیمت‌ها است. ببین که از الماس که درجه سختی بالا داره و حداقل نام داره در بازار، هر کس میگه والا نگینه الماس مدارم یا میخوایم داشته باشم. همین الماس ببینیم که کدام است، چی خوبی، چی ویژگی داره. ما یک نمونه الماس به شما به نمایش میگذاریم. بله. که برای دختر خانم ها جور شده، برای خانم های عزیز جور شده. این الماس طبیعی است و روی این الماس ما سبک مدرن کار کردیم. در اصل این الماس قدیمی است، قدامت زیاد برخوردار است. چقدر قدامت داره؟ تخمینا حدود 200 سال از تراش از الماس میشه. 200 سال از تراش از الماس میشه. از تراش طبیعی الماس میشه. طبیعی تراش شده؟ طبیعی تراش شده. این در موقع تراش شده که لیزر کت، لیزر جت وجود نداشته. تراش کارگرای دست بوده. دوستان ما این دیره به وضاحت ببینن میبینن که تراش الماس طبیعی یا نچرال است. و بعدن که به دست ما رسیده در روی کار مدرن استفادهش کردیم که یک تلفیق خوب شود برای کسانی که علاقه‌مند با طلای سفید. طلای سفید و مخارج هم که در اطرافش استفاده شده یا الماس است. طلای سفید میگیم و نقره میگیم. اینا یکی یا تفاوت دارن؟ نه خیر، نه تفاوت دارن. نقره یک فلز جداگانه است، طلا فلز جداگانه است. وقتی ما طلای سفید میگیم در تعامل طلا که ما 24 عیار طلای خالص داریم یا همون 99.9 است. با افزودن نکل و ایرودیم ما میتونیم طلا را به طلای سفید عیار بسازیم. مثلا 18 عیار عیارش میسازیم که 75% طلای خالص در وجود داره. 25% دیگه باید در مخلوطی از نقره، مس یا نکل یا زنک باشه. وقتی ما میخوایم سفید عیارش بسازیم، طلا همون طلا است. فقط مخلوط طلا را ما نکل و پالادیم میگیریم. طلای سفید از اون ما به دست میاریم. عبدالله جان، این انگشتر در خود یک اسکنر بارکد داره و همچنان یک نشانی داره. این از چی است؟ و یک جمله که من همیشه شنیده میگن که الماس کسی بدون سرتیفیکیت استفاده کردن نمیتونه، بردن نمیتونن. این دقیقاً مو سرتیفیکیتش است؟ این موضوع ربط میگیره به مو شناسنامه یا سرتیفیکیت یا تست لابراتوری که الماس باید شده باشه. به خاطر کمیاب بودن از این الماس، ما روی الماس بعد از اینکه کار ما تمام شد، این الماس ما ارسال کردیم به نمایندگی IGI که بزرگترین لابراتوار جهانی است، شناخته شده و معتبر است. بارکدی که روی از این نصب است، تمام مشخصات این الماس و انگشتر روی از این ثبت است. شما می توانید به طور آنلاین در سایت IGI که مشهورترین لابراتوار است، جیم لب است، تمام مشخصات زیر بیرون بکنین و ببینین از طبیعی بودنش، از سایزش و از تمام مشخصاتش، یعنی تضمین شده است. یعنی تایید شده و قبول شده. تایید شده و قبول شده است. بسیار عالی. ما الماس دیگه هم داریم که به کت مدرن یا کت امروزی است. حدود 1.5 قیراط وزنش است. 1.5 قیراط وزن، سایز بسیار خوب.
لیزری لیزر جیت است که کت لیزری است، کت امروزی است. بسیار عالی. الماس طبیعی افریقایی در طلای سفید کار شده. بسیار عالی. عبدالله جان، بین از قیمت‌های الماس هم هموطنان ما را آگاه بسازیم. چی این الماسی که ما داریم پیش خود و چی ممکن است که در دیگه جواهرات استفاده شود، به اساس قیراط فروخته میشه، به اساس چی فروخته میشه الماس؟ سوال خوبی کردین که مشکلات تمام دوستا و عزیزانی که علاقمند جواهرات است داری تا جایی را بتونیم حل بسازیم. این سوال تمام جواهرات، نه تنها الماس. بله. بستگی به یک فرمول را میگم که مختصر است، زودتر در یاد همه عزیزان ما بانه. 4 ویژگی را باید در جواهرات در نظر بگیریم. در تمام جواهرات. در تمام جواهرات در نظر بگیریم که او عبارت از 4 ویژگی. فقط 3 ویژگی را طبیعت به ما میده. یک ویژگی دست بشر است، دست انسان ها است که او هم بستگی به این داره که سنگ نادر و عالی باشه، خوب باشه. ما رنگ اول رنگ یک جوهر باید در نظر داشته باشیم که رنگ خوب داشته باشه. مثلا ما در الماس هم رنگ های مختلف داریم. الماس آبی کم پیداترین الماس است. الماس سفیدی که مثلا هیچ کدام رنگ در او اضافه نشده باشه، یعنی رنگ لیمویی و زرد رنگ و چاکلیت دایموند نباشه، او ارزش بیشتر داره. موضوع رنگ است. موضوع سایز است که باید سایز بزرگتر باشه. سایز بزرگتر قیمتش ضرب میخوره. بله، بیشتر میشه. پاکی سنگ هاست، یا مو لستر یا شفافیت مخلوط نداشته باشه. با زبان پشتو برش چمک میگن، یک چمک خوب داشته باشه، یک درخشش خوب داشته باشه. بسیار عالی. میمونه موضوع چهارمش برش. دست بشر است. دست بشر است، برش یا کاتینگ است. بله. کاتینگ درست شده باشه، زاویه‌ای را که در نظر میگیرن دل سنگ خوب برش کرده باشن و امون نمایش سنگ یا تیول سنگ، امو روی سنگ شفاف و بی عیب و بی نقص بیرون شده باشه، پس قیمت خود داره. بسیار عالی. این الماس ها باز که موجود است فعلا قیمتاش چقدر است؟ الماس اولی که همراه با سرتیفیکیت شده است، یعنی شناسنامه معتبرش همراهش حق است و نظر به کم پیدا بودنش و نادر بودنش، قیمت از $2500 آمریکایی است. بله. روی طلای سفید کار شده. بله. و این الماس دیگه ما به خاطر سایز بزرگی که داره 1.5 قیراط است یا 1.5 کرات است، قیمت از $3500 است. ویژگی از این سایز بزرگ و شفافیت و درخششش است. ماشاءالله. و الماس نظر به رنگ و کیفیت و سایز خود قیمتاش همونطور به مراتب تفاوت کرده میره. بینندگان عزیز، ما یک موضوع را متوجه شدیم که قیمت جواهرات در هر گوشه دنیا فرق میکنه. اینمی الماس اگر در افغانستان $3500 باشه، ممکن است در کشورهای اروپایی و غربی و آمریکایی اینجا ممکن است 3 برابر 2 برابر بالاتر باشه. دیگه تفاوت‌های خود داره. شما هم چند تصویر ببینین، مرا همراهی کنید. ماشاءالله. و سنگای قیمتی از الماس صحبت کردیم، ولی فکر میکنم که تا هنوز در افغانستان استخراج نشده. بریم سر سنگایی که در داخل وطن است و ارزش بسیار بالایی در بازار جهانی داره، که کل ما وقتی که از سنگ قیمتی نه تنها در افغانستان، در هر گوشه دنیا وقتی یاد میشه، زمرد در صدر جدول است که پنجشیر زمرد وافر داره و بهترین زمرد جهانه. اشتباه نگرفتید. خواهش میکنم. شما خیلی خوب. زمردی که ما در پنجشیر خود داریم در افغانستان، یکی از نادرترین و مشهورترین زمردی است که تا بالا در دنیا کشف شده. هرچند که کشورهای دیگری هم زمرد داره، مثل کلمبیا، زامبیا، یا است که در پاکستان هم بعض معدن‌های زمرد کشف شده و استخراج میشه. در افغانستان هم خوشبختانه بر علاوه زمرد پنجشیر در این اواخر لغمان ما شما هم نیز رنگ‌های زمرد کشف شده و استخراج میشن. نورستان همچنان کشف میشه. ولی امروز ما شما در مورد زمرد پنجشیر بعضی گفتنی‌هایی داریم که مردم جهان هم متوجه از این موضوع شوند. بله، بسیار عالی. قسمی که قبلا ما اشاره کردیم بر قیمت جواهرات، نظر به رنگ و سایز و آبدار بودنش یا شفافیتش، زمرد پنجشیر همین خوبی را داره. که یکی از زمردهایی است در جهان که از رنگ خوبی برخوردار است، از شفافیت خوبی برخوردار است.
ان شاء الله روزی برسه که زمرد ما بتانیم به طور مسلکی استخراج بکنیم. بله. بعض جغزها و اینکلوژن ها و بعض شکستگی هایی که در استخراج به وجود می آید اما رو ما بتانیم دفع بکنیم. بله. زمرد پنجشیر از حالتی که از معدن میبراید و دوستان ما که در معدن کار میکنن و زحمت میکشن شبانه روزی، از این حالت است که از معدن استخراج میشه بعد از تلاش زیاد. بعدش به دست کارگرایی میرسه که این تراش رو برش میکنن. بله. که تیم مسلکی ما مشغول تراشکاری سنگ و همچنان ساختن انگشتر و زیورات هستند. بسیار عالی. تا 15 سال است که ما این کار ادامه دادیم. از این حالت ما برمیگردیم به حالتایی که قابل استفاده و جوهر میشن. بسیار عالی. ما نمونه های خوبی از زمرد پنجشیر که یک لاکت، انگشتر، گوشواره بسیار عالی با نگینه ظریف زمرد طراحی شده. طلای عیار 18 استفاده شده در این سیت ما یا در این سرویس. طلای عیار 18 دور زمردهای پنجشیر الماس های اصلی افریقایی استفاده شده که هر الماس 1 سنت می باشه. حدود 2 قیراط ظرافتش بالا برده. حدود 2 قیراط الماس استفاده شده. 7 قطعه زمرد که با دقت تمام انتخاب شده که رنگ‌هایش با همدیگر همخوانی داشته باشه. بله. و پاکی زمرد شما دیده میتونید که فوق‌العاده زمردهای شفاف و پاک استفاده شده. بدون شک. اول از این قیمت از این بگوییم که میره خدا دست خود داریم. قیمت همی لاکت در مورد قیمت ها ما باید عرضه کننده باشیم که هموطنان ما از ما راضی باشن و استفاده کرده بتانن. مبادا که هموطنان ما از ما ناراض باشن با وجود از اینکه زمرد خود ما داریم، کارخانه خود ما پروسسش میکنیم، نباید قیمتی داشته باشه که دوستان ما استفاده نتونن. ما قیمت گذاری که روی این سیت خود کردیم $4500 است. $4500. یعنی با یک خرید لاکت اینا هم الماس میخرن، هم زمرد میخرن، هم طلا میخرن. یعنی 3 جوهر قیمتی در یک سیت در یک قالب طراحی شده. واقعا بی‌نظیر است. و همین رقم مثل لاکت های دخترانه و زنانه، آقایان هم اگر علاقمند به زمرد هستن، خوشبختانه در اواخر به یک برند تبدیل شده. کسایی که خیلی از لحاظ تجارت یا اقتصاد خوب است تلاش به این میکنن که یک انگشتر زمردی داشته باشن. در همین گفته‌تان ما یک سخنی دارم. خب در تجارت این معمول است. بله. هرچند که انسان بر تقوایش است، اما دنیای امروزی ایجاب میکنه. وقتی دست یک تجار بر معامله پیش میشه و برای امضای یک سند پیش میشه، حداقل نظر به شرایط ما بلند نمیبرمش 1 میلیون افغانی خوب باشه. که نشان دهنده ای باشه که صلاحیت و تصمیم گیری مستقل داره این شخص. بدون شک. اگر در کشورهای غربی باشه و اروپایی باشه شاید این رقم به دلار تبدیل شود. ولی حداقلش ما در افغانستان دوستان تجار ما یا دوستانی که بازرگان هستن و کاروبار دارن با ممالک بیرونی یا در خود سطح افغانستان کاروبار دارن، ملی یا بین المللی هستن، حداقل همون انگشتر و ساعتی که در دستشان است نمایانگر ظاهر شخص است و صلابت و اقتدارش نشان میده. بله بدون شک. هم قدرتی که چقدر یادم قدرت داره و چقدر سرمایه داره نشان دهنده یک بک‌گراند کاری و تجاریش میشه. اگر اجازه شما باشه من همین انگشترهای مردانه را هرچند که ما به تعداد وافر شکر خدا الحمدلله انگشتر داریم، ولی چندانه را نمونه برای دوستای عزیزمون هم به طور مختصر تشریح میکنم. این انگشتر که ما زمرد پنجشیر است، حدود 3 قیراط 35 سنت وزن زمردش است، ولی زمردش نمایانگر 5 قیراط است. تیبل زمرد بزرگتر است. 6 عدد الماس استفاده شده در این انگشتر ما. طلای عیار 18 که 75% طلای خالص است. یک جوهر نایاب و بی‌نظیر مردانه جور شده. قیمت از این انگشتر ما $6500 است. $6500. بعضی از دوستان ما میگن که ما همراه طلا چندان مزاج خوب نداریم. ما برشان انگشترهای نقره در زمرد داریم. 2.5 قیراط وزن زمرد، انگشتر سفارشی و خاص مردانه که دیزاینش القا از ساعت رولکس شده. بله دقیقاً من میخواستم بگویم که این اگر کسی طلا دوست نداره، حداقل رنگ طلا هم در استفاده شده. بسیار بی‌نظیر. این چقدر قیمت داره عبدالله جان؟ قیمت از این انگشتر ما $2500. و انگشتری که خالص نقره و زمرد و
نگینه های کریستال، نگینه کریستال استفاده شده که یک جلا و یک زیبایی خاص، درخشش خاص از خود بیرون میکشه. این چقدر ارزش داره؟ قیمت از این مشترک ما $1600. و قبل از اینکه بحث روی زمرات ما تمام بسازیم، فقط یک قطعه زمراتی که یاد ما رفت براتون بیان بکنم. زمرات ما گرید بندی یا درجه بندی هم میتونیم. بله. زمراتی که میخواین سرمایه گذاری بکنین و نادر باشه، 3A یا تریپل A برش میگیم. در گرید 3A قرار داره، رنگ فوق العاده، سایز عالی و درخشش عالی داره. قیمت از این زمرات ما $8000. $8000 فقط از نگینه. بدون از اینکه انگشتر جا شوه $8000 قیمت این زمرات ما است. این که بعداً شوق دوستان ما بچی می باشه، او مصارف بعدی است که روی از کار میشه. فرمایش چی است، طرح چی است، دیزاین چی است، او باز مصرف میبره بالا. و این هم یک نگینه دیگه است که بله، این هم یک نگینه زمرات پنجشیر است که این زمرات ما از معدن کمر سفید پنجشیر است. بسیار عالی. ساحه ها و منطقه های زمرات پنجشیر هم تفاوت دارند با هم. بله. این ما به نام خوشرنگ یا همون کمر سفید پنجشیر میشناسیم که شفافیت خاص برخوردار است و قیمت از $2500. یعنی این تفاوت را شما بیننده عزیز ببینین، $2500 و $8000. یعنی هر دویش اگر نظر به اندازه ببینیم شاید تفاوت زیادی نداشته باشن، ولی امو کیفیت و نوعیت زمرد فرق میکنه. اگرچه کلش زمرد است، ولی ای که کدامش با جلایش و همون رنگ خاص و همون پختگی کامل است، یعنی تفاوت‌های خود یک موضوع کوچک که میگن نابرده رنج گنج میاثر نمیشود. این در تمام طبیعت صدق میکنه. گلزار صاحب شما خدا کنه گستاخی نشه این موضوع رو بیان میکنم. نظر به درجه فشار و سختی که اجسام میبینن به درخشش میرسن و به قیمت میرسن. ارزش پیدا. بله. این بستگی به این موضوع داره. اینا طی سالهای متمادی زیر فشارهای گوناگونی در طبیعت بودند. زیر آتش فشانها، زیر فشارهایی که اکسیژن وجود نداشته تا به این بلور بودن و به این قیمتی بودن رسیدن. بدون شک هم که و خدا را شکر افغانستان پر از معدن و پر از سنگ‌های با ارزش است که در دنیا شاید کم نظیر باشه. همراهی بکنین چند تصویر از زمرد و حتی از چی میگن از اون ویترینه که سنگ‌های مختلف زمرد از ببینین ما را هم. زمردی که در موردش صحبت کردیم، عبدالله جان بیشتر ما یاد کردم که دکان خونام خدا پر است از جواهرات و باز هم یک سنگ دیگر افغانستان که در دنیا نام داره و حتی امی رنگ هر چیزی که باشه میگن رنگ لاجوردی، لاجورد بدخشان هم چند صحبتی داشته باشیم. لاجورد است. بله. یگان صحبتی. به دوستان ما باید یادآور شویم که لاجورد بدخشان است و خوشبختانه به گونه وافر و ارزنده دارنده لاجورد هستیم. خدا را شکر. که در ولایت بدخشان عزیز ما است که این لاجورد با این رنگ و با این خاصیتی که داره هیچ کشور دنیا نداره. و سنگ نوی نیست، جدیدی نیست. قرن هاست، هزاران سال است که لاجورد شناخته شده است که حتی در طب سنتی از لاجورد یا همون ریزه های خالص لاجورد به طبابت بر چندین بخش استفاده می شده تا رفته رفته به یک زیور تبدیل شده و امروزه من حیث زیورات یا سنگ های نیمه قیمتی در تمام دنیا لاجورد بدخشان می شناسند. بسیار عالی، بسیار عالی. لاجورد بدخشان که افتخار ماست و به یک نحوی میتونیم بگوییم که به سنگ ها و جواهراتی که در وطن عزیز ما است حتی نام افغانستان را در کشورهای دنیا معرفی کرده. یعنی
ای از جمع همو چی میتونیم برش استفاده کنیم؟ غرور ملی ماست. بله سمبل ملی است و بله. یک شانس است بر ما شما این داشته های طبیعی که افغانستان داره و خدا به ما ارزانی کرده. خدا را شکر. در مورد لاجورد باید بگوییم که این نظر به دیگه سنگا مثل دیگه سنگا بعضی از توته های ازی خالصتر بیرون میشه از معدن که باز بین دوستانمون مروج است که میگن معدنی معدن چار. یعنی هر قدر به عمق معدن میرسن لاجورد پاکتر، بینقصتر و شفافتر به دست بیارن و این رگه هایی که در لاجورد میبینیم این از امون ناخالصی هایش است یا رگ های طبیعی معدنی است و این زرک های طلا مانند که پیریت نام داره، همون طلای مرده برش میگن به زبان عامیانه که هم به زیبایی لاجورد افزوده. حتی از لاجورد سالهای قبل من حیث بالاترین رنگ آرایشی، زیباترین رنگ آرایشی که قیمت بسزایی داشته استفاده می شده. همچنان ثابت شده در دنیای غرب یا هم بگویم برتان دقیقاً آلمان طب ثابت ساخت که اگر یک توته سنگ لاجورد به جلد خصوصا خانما در تماس باشه جلوگیری از امراض مختلف بخصوص حمله قلبی میکنه. این هم لطف بزرگ الهی که جدا از ظرافت و زیبایی که داره فواید صحی هم داره. بسیار عالی است. امی رقم که ما سنگا را میشناسیم، سنگ لاجورد، این در ذات خود یک سنگ با ارزش است که از این در زیورالات هم استفاده میشه. ما هم چند سیت زیورالات لاجوردی و همچنان یگان انگشترهایی که است اونا رو میبینیم. شما هم تصاویرش رو ببینین، ما را همراهی بکنید. بدخشان است که بیشتر یاد کردیم در زیورالات مختلف استفاده میشه، مثل که انگشترهای مردانه هم سنگای بسیار خوب داره. معمولا خریدارا از کدام نوع زیورالات که از او سنگ استفاده شده لاجورد استفاده شده زیادتر خرید میکنن؟ موضوع خوبی را اشاره کردین، ولی اگر قبل از اینکه به سوالتان پاسخ بدم فقط یک موضوع کوچک به خاطر خوش آمدگویی شما یا به خاطر اینکه ما یک استقبال از شما داشته باشیم یک موضوع را به هموطنان ما میرسانیم، بعدش برمیگردیم به پاسخ. بله. با افتخار این که شما به دکان ما تشریف آوردین، برای تمام همشهریان عزیز ما بعد از دیدن برنامه شما مراجعینی که تا 100 نفر اشتراک میکنن، چی در مدت یک هفته باشه چی در مدت طولانی یا کمتر، این الماس به قید قرعه در حضور شما برایشان هدیه میکنیم. بسیار عالی. این الماس است؟ الماس اصلی افریقایی در رکاب طلا ساخته شده. تیم خود ما را طراحی و ساخت و ساز کردن. بله. الماسی است که از رنگ و شفافیت و درخششش فوق العاده است و قیمت ازی در بازار آزاد $15 آمریکایی است. ما را به قید قرعه بین 100 نفر بر 100 نفری که اولین 100 نفری که پس از برنامه ما از عبدالله جان خرید میکنن، مهم نیست که چی بخرن، مهم نیست هر آن چیزی که میخرن ما برشان تمام معلومات میدیم، قرعه‌کشی ثبت میشه و ان شاءالله در حضور خود شما قرعه‌کشی میکنیم و شما برشان تماس میگیرین و ما این الماس برشان هدیه میکنیم. بسیار عالی. الماسی که $1500 آمریکایی ارزش داره. شما با یک خریدتان چانس گرفتن از این تحفه را شما از آن خود بکنین. بسیار عالی است. تشکر. سلامت باشین. خدا کنه که ما تانسته باشیم یک قدردانی از شما و از هموطنان ما کرده باشیم. برمیگردیم به گفته شما که گفتین از لاجورد چی کسانی و چگونه استفاده میشه، کدامش گفتن زیادتر مردم انتخاب میکنن. دنیای جواهرات یک دنیای بزرگی است. بله. شاید گفته بتانیم که هیچ انتها نداره، مثل تمام مسلک های دیگر. بله. کسانی که لاجورد انتخاب میکنن کوشش به این دارن که رنگ پاکتر، لاجورد معدنی در انگشتر مردانه، ما یک نمونه ساده ترش داریم، سبک کلاسیک
یا هم به شکل مدرن که در اطرافش ما ظرافتکاری بیشتر داشته باشیم. آقایان انتخاب میکنن. لاجورد یک کم کلفتر استفاده میکنن، یک کم درشتر و بزرگتر استفاده میکنن، مثل الماس و زمرد زیاد هم کوچک استفاده نمیکنن و شکر خدا ما از لاجورد خوب برخوردار هستیم. همچنان بر خانما سیت‌های بسیار ظریف و مقبول که هر کدامش با تلاش و پشتکار ساخته میشه تا به عیب و به نقص باشه. ما در لاجورد گفته میتونیم که سنگ‌هایی که از خالصیت زیاد برخوردار است به جواهرات استفاده میشه و از سنگ‌هایی که این قسم رگه های سنگ درش وجود داره من حیث سنگ های تزئینی و برای شخصیت ها و کرکترهای خاص جامعه من حیث تحفه و همچنان تابلویی که رویش نوشته میشه همچنان فراموش نکنم که سنگ لاجورد تماس داشتنش با جلد مفید تمام میشه. به همین دلیل تسبیح هایش هم استفاده میکنن آقایان. همچنان دستبندهای لاجورد که بدون هیچ فلزی، بدون هیچ نقره و بدون کدام اضافه شدن به او فقط خود لاجورد دستبند میسازیم استفاده میکنن و این لاجوردهایی که همراه نقره بسته‌بندی شده و با یک ظرافت خاص جور شده و یادآور شوم که لاجورد در هر جا پیدا میشه در کابل ولی دیزاین کردنش انحصاری است. این دیزاین ها را که شما میبینید ما خودمون دیزاین کردیم. ماشاءالله واقعا خیلی ظریف است. شما ببینین ظرافت که هنر با یک ارزش یک جای میشه، عجب یک طرح، عجب یک ظرافتی را ایجاد کرده. چقدر خوب است که هم به یک نحو یک زیبایی باشه برای خانم‌ها و هم مفید و صحی برای قلبی و صحتشان یعنی مفید باشه. و نکته سوم نکته سوم سرمایه ملی ما است. سرمایه است. سرمایه ملی، غرور ملی ما و شماست. عبدالله عزیز از قیمت لاجورد هم بگوین او جمله ما زیاد تکرار نشه که یعنی سنگ‌ها یا جوهرهایی که ما و شما میشناسیم یعنی قیمت ثابت نداره که ما بگوییم این قیمت، ولی لاجورد به چه واحد به فروش میرسه؟ قیمت‌هایش در بازار معمولاً اگر از بازار از این دکان خودتان شروع بکنیم در چی اندازه؟ بسیار خوب. لاجورد ما در گرام 100 افغانی هم تهیه میتونیم. بله. در گرام 10,000 افغانی هم تهیه میتونیم. نظر به پاکیش. در ضمن قیمت لاجورد کاریگری و زحمتی که روی از او عمو استادکار ما یا کارگرا و همکارای ما در او زحمت میکشه او هم افزود میشه و قیمت را به خود میگیره. فرض مثال ما این انگشترهای مردانه را در بازار به 7,000 افغانی به فروش میرسانیم که قابل خرید به تمام هموطنان ما باشن. از نقره و از لاجوردش هم تضمین دائمی داره این انگشترهای ما. بله. سیت هایی که شما میبینید نظر به کارش، نظر به تعداد و برش و پاکی سنگ هاش قیمت گذاری میشه. مثلا ما این سیت 12,000 افغانی برای مشتری های عزیز خود تقدیم میکنیم. یا این سیت که ما که ظرافت خاص خود داره و قیمتش 7,500 افغانی است. بله. این سیت ما که پرکار است، هم نقره دهی بیشتر استفاده شده و طرح و دیزاین سخت‌تر و مشکل‌تر استفاده شده. این سیت ما قیمتش 25,000 افغانی است. این نگینای خوردش کریستال است یا نگینای خوردش کریستال یا کوارتز یا زرکان مشهور است به نام زرکان. کسی اگر الماس هم خواسته باشه 25,000 افغانی 25,000 افغانی قیمتش در همین حالتی است که نقره و کریستال همراهش تلفیق شده و اگر ما کسی خواهش داشته باشه با الماس و طلا میتونیم میره طراحی بسازیم و براشان بسازیم. بسیار عالی است. بسیار عالی است. واقعا بر من خوش به این مگذره مصاحبه که روی غرور ملی ما که ارزش‌های مادی و معنوی ما به شمار میره، سنگ‌های قیمتی و معدنیاتی است که رویش صحبت میکنیم. لاجورد، زمرد و سنگ‌های بیروج و انواع و اقسام سنگ‌های قیمتی که الحمدلله در بازارهای جهانی جایگاه خاص خود پیدا کردن. تشکر عبدالله عزیز. هم یک چند دانه سنگ بسیار زیبا و ظریفی که در روی میز گذاشته شده اینا را هم یک صحبت کنیم کوتاه و باز بخیر سنگ‌های بعدی نگینه ها و انگشتر و زیورالات و جوهرات دیگر در برنامه آینده صحبت خود کردیم. بسیار خوب. به ادامه گفته های شما این سنگ آمتست یا ما شما برای ما شما مشهور به نام لعل بدخشان است. لعل بدخشان. اصلا ما در بدخشان خود یک لعل دیگری هم داریم که به نام اسپینل است ولی این هم عرفی و عنعنوی بین مردم ما به نام لعل مشهور است. که این سنگ ها قیمت و ارزشش در کمیاب بودن و حجم کلانشان است. این سنگ های طبیعی است که دست بشر در این کار نکرده. طبیعی و
معدنی است. ماشاءالله. قسمی که ای هم لعل است. ای هم لعل است و این هم لعل است و جالبی این لعل یا آمیتست ما در این است که این سنگ های کوارتز است. بله. تا سالهای متمادی که در زیر معدن بوده و شکل گرفته. کوارتز یا یخک یا کریستال ما شما میگیم طبیعی. که لایه اول امی روی کار آمیتست یا لعل است. باز در بین از هم کوارتز است و لایه آخریش اگر دقت بکنین عقیق داریم ما در این سنگ. که این از ظرافت طبیعت است، این از داده های و تحفه هایی است که خداوند در طبیعت به ما جاگزین کرده و به این زیبایی بر ما و شما هدیه کرده و در ضمن باید یادآور شوم وجود از این در منزل در اتاق خواب از خوبی های خود برخوردار است، از امواج برخوردار است، از دایره های فرکانس های است که یک آرامش ایجاد می سازه. بدون شک. همچنان این کوارتز که به شکل کروی برش شده، زیباییش در بزرگی و در همین معدنی بودنش است. کوارتز نام داره. همچنان کوارتز هایی که به رنگ بیرنگ یا سفید به دست میآید کریستالی که بعداً کشورهای پیشرفته دنیا از این کوارتز ها استفاده های گوناگونی میکنن. حتی میتونن که به این رنگ بتن هیت کنن و من حیث سنگ طبیعی فقط هیت شده با بازار جهانی عرضه بکنن، ولی سنگ طبیعی است. بسیار عالی. همینا رو قیمت گذاری کردین. مثلا این رو خود اول ما گفتن 15 کیلوگرم وزن داره. بله. و قیمتایش هم بگوین ممکن است دوستای علاقمند. این سامپل ها و این سنگ هایی را که ما اینجا داریم به خاطر جذب علاقمندی دوستان و کسانی هستند که به دنیای سنگ ها علاقمند هستند، ولی اگر کسی خواهش خریدش داشته باشه باز برش قیمت تعیین کردیم. مثلا این آمیتست های ما نظر به وزنش حتی میتونیم بدون وزن هم قیمت گذاری کنیم. کیلوی $200 آمریکایی قیمت گذاری شده، هر کدامش کیلوی $200 آمریکایی که 15 کیلو است حدود $3000 میشه. و این حدود 4 یا کم و بیش 4 کیلو هست که حدود $800 قیمت گذاری شده. و این کوارتز های ما همونطور اگر یک پیس سرش قیمت بانیم فرض مثال $400 آمریکایی، $300 آمریکایی و انواع اقسام مختلف دیگه که داریم. بسیار تشکر، خیلی برای ما خوش گذشت. ولی یک سوالی که باقی من کاش اول پرسان میکردیم، ولی ایره که شما یاد کردین که موجودیت از در یک اتاق باعث از میشه که فرکانس مثبت تولید بکنه، یک آرامش خلق بکنه. بعضی گپا است که سنگ ها خصلت ها و خصوصیاتی دارن که مثلا رفت آمد میگن داره. بعض سنگ ها است که آرامش میده، بعض سنگ ها است که از مریضی مثل لاجورد گفتیم از مریضی قلبی جلوگیری میکنه، یا سنگ هایی که میگن پاک و ناپاک و این مسائل از دید شما چقدر واقعیت داره؟ چی ویژگی داره؟ آیا راست است نیست؟ به خاطر معلومات دوستای ما، به خاطر معلومات همشهریای ما باید بگوییم که این سنگ ها به علت هم نیست. بله. چون خداوند خودش میفرماید که هیچ چیز را عبث خلق نکردیم. یعنی هیچ کدام از این چیزهایی که در طبیعت داریم عبث نیست. به این ظرافت ها و زیبایی هایی که وجود داره. بله. فرکانس ها همیشه وجود داره. در طبیعت، در ذات بشر امکان داره که یک سنگ در طبیعت و مزاج شخص بیفته به گفته عامیانه یا همراهش صدق بکنه. با مو سنگ یک آرامش در وجودش ایجاد شود. از این انکار نمی کنیم و این سنگ ها عبث نیست. تمام از اینا زیر فشارها، زیر تحمل و صبر و حوصله‌مندی که در طبیعت بالای از فشار رسیده به این جوهر تبدیل شده. ما سنگ های معمولی هم داریم. اگر سنگ های طبیعت به 3 دسته تقسیم بکنیم، ما سنگ های قیمتی داریم، نیمه قیمتی داریم و سنگ های معمولی که در تعمیرات و معمارکاری استفاده میشه. پس چرا یک سنگ معمولی را اشخاص و افراد نمیگیرن و گردن خود میزان نمیکنن؟ پس حتما حکمتی وجود داره. مثل که لاجورد بیان کردیم، مثل که زمرد بیان کردیم. پس از فرکانس های خود برخوردار از سنگ ها، یعنی بی علت نیست. و میمونه موضوع پاک بودن و سوچه بودنش. طبیعت با فریب و دغل ایجاد نشده. طبیعت از پاکی برخوردار است. مثل که بین مردم ما مروج است که فیروزه سوچه است، فیروزه پاک است و کسی که او را به ناخالصی و ناپاکی استفاده میکنه روز به روز رنگ از او کم رنگ میشه و کسی که او را جیبش خالی میشه و استفاده و کسی که او را با قدر نگاه میکنه روز به روز بهتر میشه. این گپ ها بین مردم مروج است و به دلیل هم بوده نمیتونه. بله و 100% تایید هم 100% ما تایید کرده نمیتونیم. قربانتان
تشکر عبدالعزیز، خیلی لطف کردین. از گفتمان با شما خوشحال شدیم. خدا کنه که به دوستان ما مفید تمام شده باشه. و این معلومات وقتی من کسب میکنم شخصا برای خودم خیلی جالب و جذاب تمام میشه. ان شاءالله که شما هم براتون جذاب بوده باشه. اگر پیام گپی مونده میشه که بگوین. بخیر سلامت باشین. فقط پیام ما همین است که ما بتانیم از داشته های طبیعی افغانستان استفاده بکنیم. غریب نیستیم، غریب خلق نشدیم. افغانستان خیلی ثروتمند است و روز برسه که فرد افغانستان از لحاظ مالی، از لحاظ مسائل، نمیخوایم در بحث سیاسی داخل شویم، از هر لحاظ یک آرامش ایجاد شود بین مردم ما و داغوی همین موضوع هستیم. زنده باشید. بسیار تشکر. هموطنان عزیز، سپاسگزار شما هم که بیننده گزارش ویژه ما بودین. شما را به الله پاک و یگانه میسپاریم تا دیدار دیگر. بدرود.